سلام بچه خرگوشای شکم. امروز اومدم یه پنکیک 3 دقیقه‌ای بدون فر و همزن براتون درست کنم. تخم مرغ 2 تا، آرد 1 لیوان و نصف، شکر نصف لیوان، شیر 1 لیوان، عسل 2 قاشق غذاخوری، وانیل 1 قاشق مرباخوری، کره آب شده 50 گرم، بیکینگ پودرم 1 قاشق غذاخوری. اول تخم مرغا رو میشکنیم، خوب به هم میزنیم تا زرد و سفید قاطی بشن. بعد نصف لیوان شکر بهش اضافه میکنیم. حالا خوب به هم بزن تا کرم رنگ بشه. آرد و بیکینگ پودر و کره آب شده و عسل و وانیل رو بهش اضافه میکنیم تا یه خمیر نه خیلی سفت نه خیلی شل به دست بیاد. مایتابه رو داغ میکنیم. کف مایتابه رو چرب کنید، بذارید خوب گرم بشه. بعد هر اندازه‌ای که دوست دارید از مواد بریزید داخلش. بعد وقتی روش حباب زد برعکسش میکنید. حالا با هر چی دوست دارید میتونید تزیین کنید. بچه‌ها خیلی خوشمزه میشه. حتما درست کنید، برام کامنت کنید ببینید چطوری شده. نوش جونتون. با هر چی هم دوست دارید میتونید تزیین کنید. کاکائو، عسل، موز، هر میوه‌ای که دارید. نوش جونتون.